بگیر برو در میدانهای خطر برای اینکه مستضعفان رو نجات بدی. این معناش همون مسئولیت دیگه. انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، جوانان این دیار به فرموده رهبرشان به فکر آبادانی و توسعه و رشد کمی و کیفی کشور اسلامی ایران افتادند، چرا که در این مرز پرگوهر نقاطی وجود داشت که هرگز رنگ یک زندگی معمولی را به خود ندیده بود. یکی از این نقاط بشاگرد بود، منطقه‌ای که امام خمینی رحمت الله علیه در مورد آن فرمود برای شیعیان بشاگرد بایستی کاری کرد و هر کس قلمن و قدمن برای آنجا کار کند دعایش می‌کنیم. یاران خوبی برای آقا امام زمان در آینده در آنجا خواهیم داشت و این چنین بود که حاج عبدالله والی و یارانش برای آبادانی بشاگرد پا به میدان کار و عمل گذاشتند. آنها همه جانبه در همه بخش‌ها حاضر شدند. راهسازی، مدرسه سازی، ساخت مراکز بهداشتی و آموزشی و سدسازی از اولویت‌های کاری آنها بود و به یاد پیر و مرادشان خونمید را خمینی شهر نامیدند. حاج عبدالله والی در طول 30 سال زحمت و تلاش شبانه روزی منشأ خدمات زیادی به بشاگرد و مردم این منطقه محروم بود و اینک بر همه فریضه است که راه 30 ساله او را ادامه دهند تا زحمات او و یارانش به بار بنشیند. با حرکت به سمت روستاهای دیگر منطقه خبری از جاده آسفالت نیست. مسیر خراب است و راه نیم ساعته را باید بین 4 تا 5 ساعت طی کنی. خدا می‌داند نبود همین جاده چه بلاهایی را به خانواده‌های بشاگردی تحمیل کرده. از دست رفتن جوان 25 ساله روستای تنبون احمد یکی از این خسارت‌های جبران ناپذیری است که باعث شده مادر او علاوه بر تحمل داغ فرزند چندین یتیم را نیز سرپرستی کند. این وسط بده خیلی گفتم این وقت جواش حالا بیا بالا آرماندن بخیر. حالتون خوب؟ الحمدلله. سلامت باشید. الحمدلله. فقر از جای جای زندگی این مردم فریاد می کشد. کپرها تنها سرپناه این مردم زخم دیده از روزگار است. چشمان بیرمق کودکان و پاهای برهنه دخترکان تمام تشویش و اضطراب پدران و مادران از آینده فرزندانشان را به رخت می کشد. جاده خود آمده زیاد خرابه. جاده خون نیست. ما 3 شب و 3 روز توی همین جاده بودیم، دست چین کرده تا این ماشینا شما آمده. سرویس بهداشتی من حالا بدبختی که بسن دیگه